کردم از برخورد یوسف، از اخلاق کریمانه یوسف، از خیرخواهی و اینکه هر یک را راهنمایی میکند، برای هر یک دلسوزی دارد. احساس کردن مرد فهیمی هست، مرد روشنی هست و مرد خیرخواهی هست، قطعا میتواند در این خواب ما را راهنمایی کند. غافل از اینکه یوسف علیه السلام تخصص تعبیر خواب را داشت و الله عزوجل این ملکه را به این خاندان داده بود، به حضرت یعقوب علیه السلام، به یوسف علیه السلام. خواب و تعبیر خواب هم یه ملکه خدادادی هست که الله عزوجل به بعضی از افراد میده و عجیب استنباط میکنند. کار هر کس نیست. خوابهایتون را هم به هر کس نگویید، هر کس نمیتونه تعبیر بکنه و چه بسا در کتابهای تعبیر نوشته، چه بسا افرادی غلط تعبیر بکنند و چیز نامناسبی از آب در بیاد. من نکته کوتاه خدمت شما عرض میکنم که چقدر خواب تعبیرش تفاوت دارد بر اساس شرایط، بر اساس زمان، بر اساس مکان. مثلا اگر مردی عالمی ببیند که امامت میکند، میگویند معبرین خب این خواب خوبی هست، امامت میکند یا خطبه میدهد. اگر ببینند که زنی داره امامت میکند یا خطبه میده، این دلیل فساد دین هست. یا مثلا در زمان ابن سیرین رحمه الله کسی خواب دید که زیر تختش، تخت خوابی که بر او همیشه استراحت میکند، زیر تختش آتشی روشن هست. ابن سیرین رحمه الله گفت برو و زیر اون را حفر بکن، اونجا خزانه ای هست. حفر کرد، خلاصه به گنجی دست یافت. بعد از مدتی چند ماهی گذشت، کسی دیگه عیناً همون خواب را دید که زیر تخت خواب من آتشی روشن هست. ابن سیرین گفت فوراً برو دست زن و بچه ت بگیر، از خونه بیرون کن که احساس خطر میکن. فوراً رفت زن و بچهش را بیرون کرد. خانه و به اصطلاح اتاقش ویران شد، افتاد، سقف افتاد. تعجب کردند شاگردان ابن سیرین که او هم این خواب را دید، این هم همون خواب را دید، تعبیر دوتا چرا تفاوت داشت؟ گفت با توجه به اینکه فصل دو فصل بود. اون فصلی که اون خواب را دید فصل زمستان و سرما بود. اون زمان تعبیر آتش به حرارت و به گرمی و به هر حال به چیز مفیدی هست. اما الان که این خواب را دیده تابستان هست، فصل گرما هست، الان آتش معنایی ندارد بغیر از خرابی و فساد. لذا بسیار ظرافت های در خواب هست و تعبیر خواب هست که الله عزوجل این ملکه را به افراد خاصی عنایت فرموده، کسانی که راحت میتونن استنباط بکنند از بالخصوص خواب را و تعبیر خواب را با استنباط از آیات الهی و با استنباط از احادیث نبوی علی صاحبها الفتحیه. بنابراین اونها نمیدونستن که یوسف علیه السلام کارشناس هست، متخصص هست، فقط ظاهرش را دیده بودند و از ظاهر اونها حسن ظن داشتند. اما یوسف علیه السلام قبل از تعبیر به اونها تسلی میده. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه، پیش شما طعامی نمی آید، غذایی نمی آید که اون غذا امروز شما داده میشید و پذیرایی میشید. الا نبأتکما بتأویله، مگر من به شما خبر میدهم، تعبیر بیان میکنم، بتأویله، تأویل خواب شما را، قبل ان یأتیکما، قبل از اینکه اون طعام، اون غذا پیشتون بیاید. یعنی مطمئن باشید قبل از ظهر من تعبیر خواب را، غالبا صبح بوده و وقت ضحا بوده که این خواب را بیان کردن. لذا هنوز تا ظهر چند ساعتی فرصت است، ولی هنوز اول مطلب مهمتر من را گوش کنید. ذالکما مما علمنی ربی، باز هم اونها را اطمینان میده از نظر اینکه تعبیر هم تعبیر درستی خواهد بود. میفرماید این تعبیر از اون نکاتی هست و از اون مواردی است که رب من به من
آموزش داده، به من یاد داده. اما اول خودم را معرفی کنم که من کی هستم. همیشه شخصیت انسان در تأثیرگذاری بسیار مهم است. بعضی وقتا کسی سخنی میگوید بستگی دارد که این سخن از حلقوم چه کسی و از زبان چه کسی خارج میشه. لذا میگه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، من ترک کردم، رها کردم دین قومی را که ایمان به خدای واحد ندارند. دو چیز همیشه مشکل ساز بوده و همیشه مشرکان این دو عقیده را داشتند. یکی ایمان درستی به مبدأ و به خالق نداشتند و یکی ایمان درستی به معاد و به قیامت نداشتند. لذا یوسف علیه السلام گلایه دارد از این قوم بی ایمان که هم به مبدأ ایمان ندارد هم به معاد. لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون، هم به خدا ایمان ندارند و هم نسبت به آخرت کافر و منکر هستند. واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ای همراهان من دنبال کردم، پیروی کردم، اتباع کردم دین پدرانم. من از این سلاله هستم، از این نسلم. دین پدرانم یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینها شخصیت هایی بودند همه می شناختند. متوجه شدند اون افراد که اینها از نسل ابراهیم، ایشون از نسل ابراهیم هست. اما حال تبلیغش را شروع می کند. چرا من ملت اون قوم را ترک کردم و ملت آبا را گرفتم؟ به این دلیل ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. این خلاصه مذهب است، خلاصه دین هست. برای ما سزاوار نیست، برای ما جائز و درست نیست ان نشرک بالله من شیء، این که ما شریک بگیریم به الله. من شیء، هر چیزی باشه، از هر چه بتی باشد، چه درختی، چه سنگی، چه انسان صالحی، چه پیغمبری، جنی، ملکی، من شیء همه را شامل میشه. هیچ کس را شریک خدا قرار ندهیم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. این فضل الله است. این چی؟ اشاره ذالک به عقیده توحیدیه هست، به عدم شرک هست. این که ما کسی را شریک نگردانیم، اگر بر این عقیده باشیم، بر این باور باشیم، فضل الله است. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. این فضل الله است بر ما و بر مردم. ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اما اکثر مردم شاکر نیستند، سپاسگزار نیستند، شرک میکنند. به جای اینکه شاکر باشند، موحد و یکتاپرست باشند، شرک میکنند. علامه جلال الدین جانشین فیشرکون از جلالین، شاکر نیستن بلکه چی؟ مشرکن. لذا